دوستان از مجموعه USS توکیو، انواع ماشین‌های خارجی و ژاپنی. الان البته ماشین خارجی ها رو ما بیشتر می‌بینیم، ولی حدوداً 3 کیلومتر از اینجا 3 کیلومتر فقط ماشین چیدن تا بریم. بزرگترین مجموعه مزایده ماشین در دنیا حساب میشه USS توکیو و امروز اومدیم که چند تا ماشین ببینیم که برای انگلستان و دبی و قبرس بزنیم. بلوش 3 کیلومتر 3 کیلومتر اینجوری میره جلو، فقط ماشینه. 15,000 تا گفتی؟ 15,000 تا امروز فقط هستش، یعنی پنجشنبه 15,000 تا، 15,000 تا همیشه هر هفته. 3 کیلومتر از این ور، یعنی باید بری جلو فقط ماشین ببینی. ماشین تصادفی باز یه جای دیگه است که اونو با اتوبوس باید بری. اونم با اتوبوس. اینا هم ماشیناییه که جابجا میکنه دیگه. اینا ماشینایی که آدما رو جابجا میکنه که برن، چون 3 کیلومتر خیلی راهه. آره. حالا اینا هم اکثرا خب بنز و ماشینای خارجیه، بری تو ماشینای ژاپنی هم که همه جوره هستش دیگه. هر ماشینی که شما فکرشو بکنید تو این هست، اینجا هست. USS بزرگترین مزایده ماشین دنیاست. دنیا؟ نه فقط ژاپن. نه فقط. اوه بزرگترین. پس 16 تا شعبه داره داخل ژاپن. و چند هزار تا کارمند داره، چند هزار تا پارت تایم داره. پارت تایمش فکر کنم حدود 1300 نفر پارت تایم ماشین جابجا میکنن. اون باز یه شرکت‌های دیگه است که اینا رو جا میزنن ماشینا رو. اینا که الان دارن ماشینا رو میارن، این از اینجا چک در میاد بیرون. اینجا چک کامل میشه. کلا ماشین چک میشه، بعداً میره برای فروش گذاشته بشه. همه چیز موتور، ماشین، همه چی توش درسته. اینجا از لحاظ ماشین چک میکنن. دستگاه ماشین است. 15,000 دستگاه ماشین واسه امروز، فقط یه روز تموم میشه. یعنی بزرگترین نمایشگاه ژاپن دیگه USS آکشن. بله بزرگترین آکشن ژاپن USS که 15,000 تا ماشین امروز است. 800 نفر فقط اینجا کار میکنن، درسته؟ 800 نفری هستن سوای اربیتایی که غیر از پارت تایم ها 800 تا کار میکنن. الان میریم که یه دوری بزنیم ببینیم ماشیناشون در چه حالی. لامبورگینی، ماشین بغلیش فراری، مکلارن و بنتلی. اینا حدوداً این 12 تا ماشینایی هستن که از ما بهترون سوار میشن و توی این محوطه جاشون دادن که کسی بهشون دست نزنه. از اونجا که بیایم بریم یه پله پایین تر از فراری و ماشینای دیگه است که اینجا هم اجازه نمیدن دست بزنیم. این پونتیگر ببینید، این ماشین فضایی هست. کثیفه بخاطر که تصادفی و
این باری که ببینید پارکینگ مردمه که اومدن برای خرید و فروش اینجا. ماشینای شخصی خودشونه. از اینجا به بعد ماشینا همه برای فروشه. الان اینجا رو ما میتونیم یه پشت این ساختمون رو نمیشه نشون داد. این میره تا اون پایین که تاش هم اصلا پیدا نیست. کل این ماشینا برای فروشه، خارجی و ژاپنی. خب این هم به وقت لانچ تایم. سالن مزایده، صفحه نمایش از A تا L 12 تا صفحه نمایش داره. فقط یه سالن این وره، یه سالن هم یه طرف دیگه است. ببینید چقدر امروز خیلی کم اومدن برای خرید، ولی وقتی نزدیک 15,000 تا ماشین میارن معلومه که اینجا خیلی باید تو بورس باشه. البته میگن که USS شعبه اصلیش تو ناگویا است و اونجا دیگه خیلی خفن تره. یعنی از A یکی استارت میزنن همینجوری، هر کی بخواد جلوی صفحه نمایشگر خودش میتونه بزنه و ماشینو برنده شه. این از صفحه نمایش هایی که اونجا میبینید، جلوتون هم یه صفحه نمایش کوچیک هستش که همینجا همه چی قابل کنترله. اینا ماشیناییه که از الان گذاشتن برای هفته دیگه. دوستان ساعت 7:32 دیگه غروب. میبینید که هوا هم تاریک شده، ولی همچنان دارن اونجا ماشین میفروشن و فکر میکنم تا چند ساعت دیگه اینجا باشن. ما دیگه داریم برمیگردیم به طرف خونه. اینجا همچنان نزدیک 16,000 تا ماشین هست که اونایی که فروش دفتر رو بردارن ببرن، ولی همچنان ماشینایی هست که فروش هم نرفته. اگه کسی میخواست ارتباط برقرار کنه با ژاپن برای خرید ماشین و یا چیزهای دیگه، حتما با ما تماس بگیره. شاد و پیروز باشید.